هفته خبر تو خبر داره براتون از اقتصاددان‌های حکومتی که خبر از زلزله 10 ریشتری میدن. ما در آستانه کاهش ارزش پول ملی به شدت قرار گرفتیم و وقتی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه، جمله شما رو اما بگم. بله، جمله شما ترجمهش میدونین چی؟ یعنی زلزله 10 ریشتری تو. یعنی شما دارید میگید در آستانه ابرتورم. بوفالوی ولایتم که طبق تجربه خوب میتونه زلزله رو تشکیل بده میگه کار داماد من نیست، کار دشمنای نظامه. برادران و خواهران، این مسئله ارز و با این آوردن ارزش پول ملی که به عنوان یک بلا دامنگیر معیشت شما شده است، از نوع همان موشک‌ها و بمباران‌هایی هست که اون روز دشمن انجام میداد، امروز به این شکل درست میکنه. و این بیبندوباری‌ها و کشف حجاب‌ها هم از همون نوعه. تمام مهره‌های نظام ولایت وقتی که نوبت به پاسخگویی میرسه همین اراجیف رو میگن. یه نمونه رو ملاحظه کنید. آیا قیمت کاهش هم خواهد داشت؟ برای چی کاهش داشته باشه؟ نمیدونم، برای اینکه گرونه. الان مردم وسعشون نمیرسه بخرن. خیلی چی گرونه؟ گوشت. ما داریم گوشت حرف میزنیم. ما داریم گفتم به قیمت 50-60 هزار تومان به ضرر داریم. نه اینکه شما میفرمایید، نه من قیمت مصرف کننده شو حرف میزنم. بله. و قیمت به دست من مصرف کننده برسه. شما حساب کنین توی کشور بحث ایران خودرو پراید داره روز به روز بالا میره. حالا گوشت ما گران شده. آخوند رئیسی هم طبق معمول یا داره خالی میبنده و سوتی میده یا داره خاطراتش رو مرور میکنه. قیمت گوشت 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعداً هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه. اعضای کابینه هم جیب و کلاهشون رو چسبیدن و همه چی رو ول کردن. دلامون دلارون ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن، بابا بس دیگه. اینجاست که آخوندا و بسیجیا به شرشر میافتن و چنین اعترافاتی میکنن. دشمن یک هجوم عجیب و غریب پیچیده رو داره در واقع اینجا اجرا میکنه توی کشور ما. هجوم بی سابقه ای که حتی بچه‌های متدین، بچه‌های حزب اللهی، بچه‌های بسیجی، آدم‌هایی که خودشون پای کار انقلاب و نظام بودن هم گاهی اوقات کم میارن، یعنی یه جاهایی میبره طرف دیگه. من دیگه از چی دفاع بکنم مثلا؟ یعنی این معلوم میشه که دشمن داره ضربه ها رو مهلک وارد میکنه، پیچیده داره میشه کار. این هم یک فقره از پیشبینی‌های پاسدار سلامی درباره آینده نظام. اگر ما خطا کنیم ممکنه برای همیشه محو بشه. مشنگستان این هفته رو با این جمله عظما شروع میکنیم که حتما همتون شنیدید. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ خب اینا خیانت بود، بلا شک خیانت بود و دستگاه‌های مسئولم برخورد جدی و عادلانه میکنن با خیانت و باید هم بکنن. حافظه تاریخی مردم ایران خیلی خوبه و به خوبی یادشون هست که چند دهه پیش شاه هم جمله مشابه شیخ رو گفته بود. خودتون مقایسه کنید. همون اندازه‌ای که کسی به مملکت خیانت بکنه محال من بگذارم، برای اینکه حق ندارم. اصلا سوگندی که من یاد کردم برای حفظ این مملکت این درش مستتره. کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم. حالا که تا اینجا اومدیم یه جمله هم بشنویم از ولیعهد واقعی شاه، یعنی امام مشنگ‌ها. از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تخدیر می‌کند موسیقی است. مثل همون فریاد می‌بینم، این فرق با اون فرق نداره. اون یه جور خلصه میارد، این یک جور خلصه میارد. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید، نه ترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را حذف کردیم کهنه پرست شدیم. باشه، ما کهنه پرست.
اینطوری بود که آخوندا از یه طرف راه موسیقی و هنر رو بستن، از اون طرف هم به آخوندا و روزخونها میدون دادن. جواب مردم به این جماعت رو هم از زبون این آخوند کج استیل بشنوید. طرف ما رو دعوت کرد روزه، رفتم روزه میبینم هیچکی نی. گفتم مهمونا نیومدن؟ گفت مهمون نداریم. گفتم من برای کی روزه بخونم؟ گفت خودم هستم، خانومم هست، 2 بچه‌ام هستن. اخلاص داشته باش حاج آقا، حتما باید جمعیت باشه، پاکتش هست. گفتم خب همین مهمه. حالا این همه جمعیت باشه پاکت ندن، ها خدا هدایتش کنه، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ هر کسی وظیفه‌شو باید بشنوه. مسئول مالی جلسه کی؟ گوش میدی چی میگن؟ گفتم باشه پس جمع بشید من صحبت کنم، روزه بخونم برم. گفت نه اول شام بخوریم. گفتم چه بهتر. شام خوردیم. گفتم شروع کنیم. گفت نه میوه بخوریم. خودش قد 3 تا آخون حرف میزه. یه مرتبه میشم شد 12 شب. گفتم بخونم. گفت نزوده. گفتم مگه آخون در بس گرفتی؟ خلاصم کن. گفت حاج آقا زوده. گفتم اگه الان نخونم میرم. گفت پس صبر کن، شام خوردی حلالش کن. آقا رفت میکروفون از این آمپلیفای دستی آورد و گذاشت و بزن. گفتم مرسوی 12 شب خونه آپارتمانی 4 تا مستمع، میکروفون میخوای چیکار؟ گفت همسایه ما دیشب سگ آورده بود تا صبح وق میکرد، منم امشب شما رو آوردم حالشو بگیرم. گفتم خیلی بیشوری، خیلی بیشوری. چند وقت پیش کلیپی از یک هموطن آبادانی ماهی فروش تو فضای مجازی وایرال شد که مثل بلبل انگلیسی صحبت میکرد. حالا این شما و این مقایسه کاربران فضای مجازی. Thank you very much. You know, Saudi Arabia is important countries in the region. We are neighboring in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues between Tehran and Riyadh, I believe personally. But we have different idea about situation in the region, especially in Lebanon, in Iraq, in Syria, and in Yemen. Hi. Hi. How you doing? Hi, good morning. How you doing, sir? You're welcome. It's Saturday. We began today the weekdays of the week with our, new shipment which has just arrived from Hendijan Port. You see the cobia one, and you see the grouper. It's a fresh just catch last night, and the sea bass fish, and the carp, and red mullet, and the grouper, and the other fish which the shrimp has been available just brought for our shop this morning. I will be happy to serve our customer in the best way, and you're welcome. Thanks a lot, and I appreciate you are waiting for our customer. Thank you. Thank you. اگه میخواید بدونید تو نظام ولایت چه دزد بازاریه، هیچ تحقیقی نمیخواد بکنید، فقط همین کلیپ کوتاه رو ببینید. یوزر پسش فقط دست معراج پسرتون هست، درسته؟ آقا معراج خب سمت‌های مختلف و زیادی دارن توی هیئت فوتبال، این فشار رو شما زیاد نکرده؟ هی ازتون سوال نمیپرسن که چرا اینطوری هست؟ حالا درست پسر من هست، اما داره کار 4 نفر رو برای من انجام میده. این فردی که برای من به راحتی نامه‌ها رو میشینه مینوت میگیره و چندین کار رو انجام میده، به نظر من مدیر ویژن هم هستن؟ بله. بعد مسئول کمیته فنی مسابقات هم هستن، مدیر رسانه هیئت فوتبال هم هستن، مدیر امور اداری هم هستن، اداری هستن، مسئول چینش ناظران هم هستن، مسئول سامانه نقل و انتقالات هم هستن. به جای 2-3 نفر کار نمیکنه، به جای 7-8 نفر بنده خودتون. بله چندین نفر کار میکنه. یعنی حتی من دیدم اسامیرم تو این آیتم بود که ایشون میخون تو استادیوم آزادی، یعنی به جای 9 نفر. بله. نه درسته. خب بقیه از خانواده‌تون که میگن کار میکنه شما تایید میکنید؟ ببینید اگه شما برادر همسرتون آقای خوشبخت باهاتون همکاری میکنن؟ ناظر که ببینید هر کسی که در واقع من یه فامیل من شد دیگه نباید بیاد هیچ گونه در واقع کاری انجام بدن. خواهر محترمتون هم چی تو تیم پزشکی هستن؟ مثلا آقای ملک احمد هم که با جناب آقا برادرتون هستن، ایشون هم تو کمیته انضباطی نیستن. ایشون در واقع ببینید از زمان بچگی که همکلاسی بودن. چه ربطی داره اصلا به اینکه شما نمیخوام بگم تعداد مثلا تعداد آشناهاتون زیاد نیست توی هیئت فوتبال؟ این هم تصویری از خالیبندی یکی از کارگزاران رژیم و واکنش جالب توجه یک هموطن. بحث ایمنی مسافرین محترم، باید اطمینان حاصل میشد که سیستم ترمز حتما میده. همکاران من در اون دمای منهای 30 درجه تا منهای 25 درجه مشغول کار بودن
خدمت شما عرض کنم که خب در اون برف و در اون ساعت شب و تلاش کردن که بتونن سیستم ایمنی رو برای سیر قطار فراهم کنن. یک تعدادی از مسافرین در نمازخونه ایستگاه مستقر شدن.